جستجوی تجاوزگر و قاتل کودکان در پاکستان. تنی بیجان زینب امین 60 ساله را در همین جا در ناحیه کسوری پنجاب یافتند. در همین جا در چند سال اخیر مثل زینب چند کودک دیگر را پیدا کردند. قتل وحشتناک زینب خشم مردم پاکستان و این نگرانی را برانگیخت که قاتل همه کودکان یک نفر است. شاید به دخترم گفتند که او را پیش من می آورند. شاید چیزی گفتند که از پسشان برود. وگرنه دختری زیرک و گپشنو بود و می دانست که نباید با بیگانگان گپ زند. مثل زینب در 2 سال اخیر در شهر پنجاب 12 کودک را تجاوز کرده کشتند. مفتشان در چند قتل علامت‌های دینکه‌ای یک نفر را پیدا کردند و میگویند ممکن است یک قاتل کودکان را شکار میکند. میتوانم بگویم که در 80 تا 90% حالتها قربانیان زخم‌های شبیه دارند. آثار نفسگیر کردن، آثار سوختگی، زخم تیغ و حتما آثار جسمانی قربانی دیده می شود. پاکستان فقط سال 2016 برای سوء استفاده کودکان جزا مقرر کرد. از بس که در کشور درس جنسی وجود ندارد، کارشناسان میگویند بسیاری از این جنایت‌ها پنهان میمانند. در پنجاب همچنین سال 2015 یک گروه کودک آزار را فاش کردند. از این رو ساکنان از تنها گذاشتن کودکانشان میترسند. کودکان را در خانه محکم کرده میگوییم که در خانه درس خوانند یا کودکان را خودمان به مکتب برده میاریم. ما باید کار کنیم یا کودکان را پاسبانی کنیم. قتل زینب در پاکستان سوال مبرمی را مطرح کرد. سوالی چگونه مُحافظت کردن آسیب‌پذیرترین قشر جامعه؟ سوالی که پاسخ به آن را مردم اینجا به زودی نمیگیرند.